سلام دوستای خوبم. یه دستگیره خیلی خوشگل و عالی بافتم. دوست دارید این رو با هم ببافیم؟ تا انتهای این ویدیو رو همراه من باشید تا با هم رج به رج و نکته به نکته این کار رو ببافیم و لذت ببریم. به نام خدا. سلام دوستای خوبم، با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستم. این کار رو من میخوام با نخ ایرانی ببافم طبق معمول. نخهای اکریل بافت، اکریل تاپ و فدک رو میتونید استفاده کنید. خواستید خارجی استفاده کنید، نخ جینز رو استفاده کنید برای این کار. و اینکه میتونید حالا برای اینکه یه کارتون ایستایی داشته باشه و یه کار تزیینی خیلی جالب و قشنگ در بیاد ازش، با نخ مکرومه تک سوزن این کار رو ببافید که میتونید به عنوان یه زیر لیوانی یا زیر بشقابی ازش استفاده کنید. که البته حواستون باشه اگه با مکرومه این کار رو میبافید دیگه باهاش نمیتونید مثلا دسته کتری یا قابلمه رو باش بردارید، چون نخ مکرومه خیلی به حرارت حساسه و زود آب میشه و خراب میشه. با این نخ ایرانی قلاب شماره 2 کار رو میریم که با هم شروع کنیم. بهتره که حالا از 3 تا رنگ استفاده کنید، حالا یا 2 تا رنگ قشنگتر میشه، ولی باز تک رنگ هم میتونید استفاده کنید، یا خود هر موتیفی رو 3 رنگ ببافید دیگه همه مثل هم باشه و یکی یکی به هم وصل کنید. قبل از اینکه کار رو شروع کنیم لطفاً هر جا که دارین این ویدیو رو میبینید این لایک رو بزنید، اون قلب رو روش ضربه بزنید که قرمز بشه، و این آیدی کانال تلگرام من هست و پیج اینستاگرام هم که این دوتا اصلی ترین پیج و کانال های من هستن، که توی حالا کانالم تخفیف رو همیشه قرار میدم. همه فیلم ها از ابتدا تا الان توی اون قرار گرفته. نتونستید پیدا کنید، شماره من هستش توی تلگرام، ذخیره کنید تو تلگرام، بهم پیام بدید، من براتون لینک کانال رو ارسال میکنم. بریم کارمون رو شروع کنیم. من با 3 تا رنگ میبافم. هر کدوم از این دایره ها رو با یه رنگی میبافم و بعد دیگه دایره بعدی رو با رنگ دیگه میبافم. برای شروع کار ما باید 33 تا زنجیره بزنیم. اول گره ابتدایی رو میزنیم به این صورت. ببینید گره ابتدایی رو بخوام بزنم، نخو چجوری تو دستم گرفتم، یه مقدار دور انگشتم پیچیدم و با این 2 تا انگشتم نگهش داشتم. ببینید به این صورت نخو دور قلاب میپیچونم و گره اولیه رو به این شکل میزنم. این میشه اولین گره من. حالا شما به هر طریقی که بلدید این کار رو انجام بدید. میام و شروع میکنم به زنجیره زدن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 تا زنجیره میزنیم به این صورت. حالا میام ببینید به چه شکل قشنگ اینها رو صاف میکنم، جوری که توش پیچ و تابی هیچی نباشه. حواستون رو جمع کنید که اشتباه نکنید. دقیقاً میام آخرین زنجیره رو میارم کنار اولین زنجیره، جوری که اصلا هیچ پیچ و تابی توی کارم نیفته. ببینید توی اولین زنجیره قلاب رو وارد میکنم و این نخ انتهایی هم میندازم روی کارم و شروع میکنم. میام و یه دونه بست میزنم، نخ میگیرم و بست میزنم. این میشه زنجیره های من و شروع کار من. برای شروع کار یه دونه زنجیره میزنم. این یه دونه زنجیره هم تو پایه هم حساب میکنم. این میشه یه دونه پایه. میام از زنجیره بعدی شروع میکنم. تو هر کدوم از این زنجیره ها یه دونه پایه کوتاه میبافم. یه دونه زنجیرم اول زدم، اونم میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. 10 تا رو که بافتم این نخو دیگه پشت کارم نمیذارم
و ادامه میدم. 11 12 13 14 15 31 32 و 33. به تعداد زنجیره هامون باید پای کوتاه داشته باشیم. 33 تا پای کوتاه باید داشته باشم. تموم که شد میام توی ابتدای کارم قلاب وارد میکنم و بست رو میزنم. به این ترتیب رج اول من تموم میشه. این نخ اضافی که حالا از ابتدای کارمون داریم اینا رو همین الان جمعش میکنم و مرتبش میکنم. پشت کار محکمش کنید و بعد انتهاشو بچینید. رج اولمون تموم شد. ما 33 تا پایه تو رج اول داشتیم. توی رج دوم ببینید من چی کار میکنم. برای رج دوم ما اول کار 2 تا زنجیره میزنیم. 2 تا زنجیره و کنارش دقیقا تو همون پایه میام نخ میگیرم و یه پایه بلند میبافم. چون اول کار من 2 تا زنجیره زدم با این پایه، انگار این 2 تا پایه رو با هم یکی کردم. یه زنجیره میزنم، میام توی گندمی بعدی دوباره یه دونه پایه میبافم، دوباره نخ میگیرم، یه دونه ببینید نصف پایه رو میبافم، یعنی این پایه بلند من هست، توی این پایه یه نخ میگیرم، مرحله اول پایه بلند رو میبافم، یه پایه بلند نیمه نخ میگیرم، دوباره همونجا کنارش یه پایه بلند نیمه دیگه میبافم، یعنی این 2 تا اولیه رو عبور میدم. حالا این 3 تا رو قلاب مونده، 3 تا رو با هم عبور میدم، انگار 2 تا پایه بافتم و با هم یکی کردم. این توی هر پایه باید تکرار بشه و بعدش یه دونه زنجیره بزنیم. ببینید نخ میگیرم، تو پایه بعدی یه نخ میگیرم، مرحله اول پایه بلندم رو میبافم، یه نخ میگیرم، دوباره کنارش یه پایه بلند دیگه میبافم و مرحله اولش رو میبافم و با هم یکی میکنم. یه زنجیره میزنم، باز تکرار میکنم. یه پایه بلند نیمه نخ میگیرم، یه پایه بلند نیمه دیگه و با هم یکی میکنم. ببینید اینها توی یک پایه داریم انجامشون میدیم. تمام که شد یه زنجیره میزنم، دوباره تو پایه بعدی یه پایه بلند نیمه نخ میگیرم، همونجا یه پایه بلند نیمه دیگه و با هم یکی میکنم. باید تو تمام پایه هامون این کار رو انجام بدیم. بعدش هم یه زنجیره بزنیم، یه پایه بلند نیمه نخ بگیرم، یه نیمه دیگه با هم یکی کنم، یه زنجیره، دوباره یه پایه بلند نیمه نخ بگیرم، یه پایه بلند نیمه دیگه با هم یکی کنم، یه زنجیره، یه پایه بلند نیمه نخ بگیرم، یکی دیگه با هم یکی کنم، یه زنجیره. ببینید 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. به این صورت این کار رو دور تا دور انجام بدید. ببینید از دورم یه بار بهتون نشون بدم، تو همین یه دونه پایه 2 تا پایه بلند نیمه میبافیم و با هم یکی میکنیم، بعد زنجیره میزنیم. تا انتهای رج انجامش بدید. حالا من تقریبا تا اینجاها میبافم، بعد میام با هم ادامه بدیم. تا اینجا رو من بافتم و ادامه رو با هم میبافیم. ببینید اینجا یه دونه زنجیره رو میزنم، توی این پایه میام یه پایه بلند نیمه نخ میگیرم، همونجا یه پایه بلند نیمه دیگه با هم یکی میشه، یه زنجیره، دوباره تو بعدی تکرار، یه زنجیره توی بعدی، همینطور یه زنجیره و توی بعدی هم همینطور. حالا سوال اینه که آیا توی قسمت بعد، یعنی توی این فضای آخرم ببافیم یا نه. اینها رو میشمارم. ببینید این دوتایی رو با هم میشمارم. خب این اولین بود که با 2 تا زنجیره شروع کردم، 1
2 ببینید دوتایی رو با هم میشمارم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 من 33 تا دارم و کارم کامله دیگه، پس توی آخری نمیبافم. شما نگاه کنید ببینید اگر تعدادشون 33 تا نیست پس تو آخریه باید ببافید که تعداد 33 تا باشه. دقیقا میام بالای این قسمت قلاب وارد میکنم و بست میزنم. این رج دوم کار ما اینجوری تموم میشه. رج سوم کار رو دقت کنید. برای شروع من یه دونه زنجیره میزنم و نخ میگیرم. توی این رج باید این دوتا پایه رو با هم بگیرم و به صورت برجسته روش پایه ببافم. ببینید نخ میگیرم از جلو، این دوتا پایه رو با هم میگیرم، یه نخ دور اینا میگیرم و پایه بلند میبافم. باز دوباره من اینجا میخوام دوتا پایه با هم یکی کنم. الان ببینید این پایه رو تا نیمه میبافم، دوباره نخ میگیرم، باز همون کار رو تکرار میکنم، دور این پایه و نصف پایه رو میبافم و دوباره با هم یکیشون میکنم. یه زنجیره میزنم، باز میرم دور پایه دوتا پایه بعدی، دور این دوتا ببینید اینجوری قلاب وارد میکنم، نخ میگیرم، نصف پایه رو میبافم، دوباره نخ میگیرم و باز کار رو تکرار میکنم، دوباره دورش نصف پایه بعدی هم میبافم و با هم یکی میکنم. یه زنجیره، باز تکرار میکنم، میام دور این پایه، ببینید این دوتا پایه با هم، نخ میگیرم، نصف پایه رو میبافم، نخ میگیرم، دوباره دور همون پایه یه پایه نصفه دیگه میبافم و با هم یکی میکنم. یه زنجیره میزنم، دوباره تکرار میکنم، یک پایه بلند نیمه، نخ میگیرم، دور همون یه پایه بلند نیمه با هم یکی میکنم، یه زنجیره میزنم. باز این کار تکرار میشه به صورت برجسته. از جلو دو تا پایه نصفه میبافیم و با هم یکی میکنیم. ببینید به این شکل. پایه بلند نخ میگیریم، دور همین یه پایه بلند دیگه با هم یکی میکنیم، یه زنجیره، دور این نصف پایه رو میبافیم، دوباره نصف پایه رو میبافیم، با هم یکی میکنیم، یه زنجیره. به این صورت این کار رو باید تا انتها انجام بدید. حالا من اینجا یک بار دیگه انجامش میدم از فاصله دور. ببین دور این دوتا پایه یک پایه بلند نیمه میبافم، نخ میگیرم، دوباره دورش یه پایه بلند نیمه دیگه میبافم و با هم یکی میکنم، یه زنجیره میزنم. باز کار تکرار میشه تا به انتهای رج برسم. دور همه پایه ها باید به این صورت ببافیم. این رو دور تا دور انجام بدین. خب ببینید دور تا دور رو انجام دادم و این آخری ها رو اومدم که با هم انجامشون بدیم. دور هر پایه میام دوتا پایه بلند نیمه میبافم و با هم یکی میکنم به این صورت. یه زنجیره میزنم، باز دور بعدی هم همینطور و آخری به این صورت. یه زنجیره میام دقیق بالای پایه این دوتا که با هم یکی شده روی گندمی بالاش قلاب وارد میکنم و بست میزنم. میرم برای رج آخر این قسمت که و رج چهارم ما هستش. اینجا برای شروع یه دونه زنجیره میزنم و تو هر گندمی که دارم، ببینید گندمی رو میبینید، تو هر گندمی یه دونه پایه کوتاه رو باید ببافید. اینجا یکی، اینجا یکی، همینجور دور تا دور توی همه گندمی ها پایه کوتاه رو میبافیم. هر جا که گندمی دیدید پایه کوتاه رو ببافید. ببینید اینجا و اینجا بین اینها هر کدوم دوتا پایه کوتاه میشه که میبافیم. ببینید بین این دوتا پایه کوتاه، دوباره بین بعدی ها دوتا پایه کوتاه، همون گندمی ها رو که در نظر بگیرید دور هر کدوم روی هر گندمی یه دونه پایه کوتاه رو میبافیم تا آخر. این کار رو هم ادامه میدیم. از دورم ببینید اینجا
بین پایه ها هر کدوم 2 تا. در واقع رو هر گندمی یه دونه پایه کوتاه میبافیم. این کار رو هم ببافید دور تا به انتها برسید. دور تا دور رو بافتم، رسیدم تقریبا به انتها. اینجا ببینید تو فضای آخرم 2 تا رو میبافم، میام توی گندمی اول قلاب وارد میکنم و بست میزنم. اینجا نخو خیلی کوتاه قطع میکنم، میبرم نخو پشت کار. حتما هر دونه ای که بافتید رو نخش رو ببرید پشت کار. حالا اگه قراره که دوخت بزنید دوختش بزنید، اگر قراره با قلاب از بین پایه ها عبور بدید. خلاصه نختون رو جمع جور کنید. چرا؟ چون ما هر دونه‌ای که حالا هر موتیفی که بخوام وصل کنیم و اضافه کنیم، نخای اضافیش دیگه دست و پاگیره و حواسمون رو پرت میکنه. به این صورت این میشه از اولین قسمتی که ما بافتیمش. دومی رو با رنگ دیگه ای، حالا 3 تا رنگی که مد نظر دارید یا 2 تا رنگی که مد نظر دارید، دومی رو با اون میبافیم. برای بافت دومی باز شروع میکنم به زنجیره زدن. دقیقاً مثل همون اولی، تعداد زنجیرها، تعداد پایا، همه چی دقیقاً شبیه به همینه. فقط یه نکته ریز داره که بهتون میگم. اینجا ببینید 33 تا زنجیره میزنم. 1 2 33 تا زنجیره میزنم. این زنجیره ها رو صاف و مرتب از وسط این گردی اولیمون عبورش میدم. دقیق حواستون باشه زنجیره ها صاف و مرتب باشه. ببینید با انگشتم از زیر کامل صافشون میکنم و حواسم هست هیچ پیچ و تابی توی این زنجیره ها نیفته. حالا زنجیره اول و آخر رو میام و به هم وصل میکنم. یعنی توی زنجیره اول ببینید اینجا قلاب رو میارم و توی زنجیره اول واردش میکنم و بست رو میزنم به این صورت. برای حالا رج اول شروع میکنم دقیقاً مثل قبلی. هر کاری که قبلی رو انجام دادیم این هم انجام میدیم، فقط تفاوتش اینه که این دور این قسمت و ما یکی یکی پایه ها رو میبافیم. ببینید توی هر کدوم یه دونه پایه کوتاه رو میبافم، اضافه نخم گرفتم اینجا زیر کارم که با من بیاد. همینطور که پایه ها رو میبافم کار رو میچرخونم که کم کم بره به این سمت و من بتونم رو همه زنجیره ها پایه ها رو ببافم. هیچ نکته دیگه ای نداره این قسمت. همین این بود که ما دور قسمت اول این رو وصل کنیم و ببافیمش. ببینید دارم تو هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم. خب ببینید همینجور که میبافم کار رو میچرخونم، این کم کم میره به سمت پایین و من میتونم رو پایه های بعدی، رو زنجیره های بعدی کارم رو انجام بدم. ببینید همینطوری فقط دارم میبافم. اینو میچرخونم. ببینید همینطور بافته میشه و کارمون به انتهای رج نزدیک میشه. ببینید اینجا، ببینید همینطور دارم میبافم و کم کم کار رو میچرخونم. اگه زنجیره ها رو صاف به هم وصل کرده باشید دیگه مشکلی براتون پیش نمیاد، ولی اگر حالا پیچ و تابی داشته باشه زنجیره هاتون، انتهای رج اولتون به مشکل برمیخورید و باید دیگه دوباره کارتون رو بشکافید از اول. ببینید تا اینجا رو دوره گردی اولی که بافتیم موتیف بعدی رو شروع کردیم به بافتن. پایه ها رو حتما بشمارید که بدونین توی پایه آخر بافت انجام بدین یا نه. من انجام میدم، میام و بست رو میزنم. برای شروع رج دوم قرار بود 2 تا زنجیره بزنیم و اولش یه دونه پایه بلند کنارش ببافیم، یه زنجیره و از اون به بعد تو هر کدوم یه پایه بلند نیمه، توی کنارش یه پایه بلند نیمه دیگه یه زنجیره. دوباره تو پایه بعدی یه پایه بلند نیمه، یه پایه بلند نیمه دیگه با هم یکی بشه یه زنجیره. دوباره تو بعدی یه پایه بلند نیمه، یه دونه نیمه دیگه با هم یکی بشه یه زنجیره. ببینید
دقیقاً مثل قسمت اول که رج دوم رو میبافتیم اینم همون جوریه، فقط هر بار که داریم میبافیم هی با دستمون اینو میچرخونیم که بتونیم تا آخر بافت رو انجام بدیم. این رج دوم رو انجام بدیم. خب این رج رو من تا اینجا بافتم و این قسمت آخر رو هم میبافم، 2 تا پایه نیمه میبافم، با هم یکی میکنم، یه زنجیره میزنم. حالا پایه ها رو من شمردم 33 تا کامل. میام بالای این قسمت یه دونه بست رو میزنم و یه زنجیره میزنم. برای رج سوم ما چیکار میکردیم؟ توی رج سوم میومدیم و دور این پایه ها به صورت برجسته از جلو پایه میبافتیم. پس میام دور پایه یه پایه بلند نیمه میبافم، نخ میگیرم، دوباره کنارش یه پایه بلند نیمه دیگه میبافم و با هم یکی میکنم و یه زنجیره میزنم. دوباره دور پایه بعدی همینطور، یک پایه بلند نیمه نخ میگیرم، کنارش یه پایه بلند نیمه دیگه با هم یکی میشه، یه زنجیره. ببینید 2 تا پایه بلند رو با هم یکی میکنم به این صورت. دوباره بعدی همینطور، 2 تا پایه بلند از دورم ببینید اینجا، دو تا پایه بلند با هم یکی میشه، یه زنجیره. دور پایه بعدی 2 تا پایه بلند با هم یکی میشه، یه زنجیره. ببینید اینم از رج سوم کار ما که دور تا دور این رو هم ببافید. دور تا دور این رج رو هم بافتم و به انتها رسیدم. این 2 تا آخری هم با هم میبافیم. یه پایه بلند نیمه دور همون، دوباره یه پایه بلند نیمه با هم یکی میشه، یه زنجیره. دوباره دور بعدی یه پایه بلند نیمه، یه پایه بلند نیمه دیگه با هم یکی میشه، یه زنجیره. میام بالای اولین پایه قلاب وارد میکنم و بس میزنم، یه زنجیره میزنم برای رج آخرم. رج چهارم توی تمام گندمی ها یه دونه پایه کوتاه میبافم، میشه بین هر 2 تا پایه 2 تا پایه کوتاه. ببینید دقیقا رو گندمی ها پایه کوتاه رو میبافم که حالا توی قسمت اولی هم بهتون گفته بودم. ببینید تو هر گندمی یه دونه. اینم دور تا دور ببافید و تمومش کنید. دور تا دور ببافید. دور تا دور رو بافتم، رسیدم به اینجا و ادامه میدم همینطور. باز تو هر کدوم از پایه ها یه دونه پایه کوتاه میبافم تا برسم به آخر کارم. تو آخری هم میبافم و اینجا میام توی گندمی اول بست میزنم و نخو قطع میکنم و میبرمش پشت کار و همینجا مخفیش میکنم و مرتبش میکنم. این میشه از دومی که من وارد کردم. حالا نخو بعدش من درست میکنم. ببینید حواسمون باشه که 2 تا رو باید صاف و مرتب کنیم، به این صورت نشه که این قسمت پشت کاره، اینجا جلوی کاره. این میشه دومین موتیفی که ما به هم وصل کردیم. برای قسمت سوم و سومین حالا این موتیف هم باز دوباره 33 تا زنجیره میزنم با رنگ بعدی. میام دقیقاً اون موتیفی که آخر بار بافتم اینجا از وسطش دوباره اینو عبور میدم و میام حالا با چک میکنم که حتما صاف اومده باشه و دوباره میام توی زنجیره اول بست رو میزنم، یه زنجیره و شروع به کار میکنم و دوباره ما موتیف بعدی رو به همین شکل شروع میکنیم و دوباره از اولین رج شروع میکنیم، یه دونه پایه کوتاه توی هر کدوم از اینها و همینطور کار رو میچرخونم و رج اولم تموم میشه، دوباره رج دوم سوم و دقیقاً شبیه به موتیف قبلی کار رو انجام میدیم. تنها نکتهش اینه که از این قسمت عبور میدیم. دوباره این موتیف که تموم شد بعدیه رو باز از همینجا عبور میدیم و همینطور ادامه میدیم. 8 تا موتیف رو به این صورت میبافیم.
اینجا رو ببینید. حالا این رو کنار میذارم، کاری که قبل دارم میبافم رو بهتون نشون میدم. ببینید از اینجا کار رو شروع کردم و یکی یکی موتیف ها رو به هم وصل کردم. تا اینجا 7 تا شده و میخوام 8می رو ببافم. باز برای 8می همون کار رو تکرار میکنم. زنجیره ها رو میزنم و میام از این قسمت آخرین موتیفی که بافتم واردش میکنم. دقیق با انگشتم صاف میکنم اینو و حواسم هست که هیچ پیچ و تابی نداشته باشه. میام اول آخرش رو به هم وصل میکنم با زنجیره، با بست. اینجا بست رو میزنم و میام و رجع بعدی رو شروع میکنم. چک میکنم که صاف باشه. یه دونه زنجیره برای شروع و توی هر کدوم از پایه ها یه دونه پایه کوتاه. همونطور که میبینید ما داریم تکرار کارهای قبلی رو انجام میدیم و این کار حالا ما برای این دستگیری که میبافیم به 9 تا موتیف احتیاج داریم، ولی اگر خواستید حالا مثلا این کار رو همینجوری ادامه بدید برای حالت تزیینی تو سایزهای کوچیک تا هر جا که دوست داشتید میتونید ادامهش بدید. اینجا پای کوتاه رو میبافم، رج بعدی و 4 رج رو میبافم و تموم میکنم. ببینید به این صورت تا اینجا رو من بافتم. اینا با هم، اینا 7 تا بوده، 8می رو الان میبافم و بعد آخری که 9می هست باید همزمان دو طرف کار رو به هم وصل کنیم که اون رو میام، اینو که تموم کردم میام اون رو با هم میبافیم. خب دوستای گلم دقت کنید، من این آخرین موتیف رو بافتم و تموم شد و 8 تا موتیف الان داریم. موتیف 9 رو که بخوام ببافم باید اولی و آخری رو به هم وصل کنم. قبل از اینکه این کار رو انجام بدم موتیفا رو صاف میکنم و حواسم هست همه موتیفا به سمت روی کار باشه و هیچ کدومشون به سمت پشت کار نباشه. یکی یکی چک میکنم، مرتبشون میکنم. حالا این مرتب کردن الان اهمیتی نداره، ولی حواسمون باشه که مثلا یکیشون پشت و رو نباشه، همه روی کار باشه. میام اولی و آخری رو میارم نزدیک هم، یعنی این دوتا کنار هم قرار میگیره و حالا میخوام این دوتا رو به هم وصل کنم. چجوری به هم وصلش کنم؟ یک موتیف دیگه اضافه کنم. وقتی که دارم اون اضافه میکنم همزمان این دوتا به هم وصل بشه. تا اینجا رو دیدید چقدر بافت آسون و راحتی داشت. اینجا فقط یک نکته مهم داره، شما دقیق متوجه بشید که از کجا این نخ رو عبور بدید. این رو هم با دقت توجه کنید، راحت بتونید انجامش بدید. موتیف آخری که بافتیم، خب ما همه موتیف ها رو ببین به این صورت از زیر این موتیف می آوردیم و اینجا با دستمون صاف می کردیم و اینجا می اومدیم این دوتا رو به هم حالا بس می زدیم و کارمون رو ادامه می دادیم. این کار رو انجام میدیم، یعنی تو آخرین موتیفه من اینو عبور میدم از اینجا، ولی الان میخوام همزمان که عبورش میدم این یکی هم از روی این یکی هم عبورش بدم. چیکار میکنم؟ این که موتیفمون باید صاف باشه، این زنجیره همون باید صاف بشه، اونو حتما رعایت کنید. خب اینو از این عبور میدیم. حالا ببینید، من ببینم فیلم درست است. ببینید این دوتا رو از اینجا عبور میدیم. بذارید این سفیده رو بزنم زیرش که حالا بیشتر مشخص باشه. ببینید این رو از زیر این عبور میدم و باز تاکید میکنم زنجیره ها رو صاف میکنیم، چون به این سختی که داریم عبور میدیم حداقل حواسمون باشه که اشتباه نشه. این تا این نخو میذارم اون بر. ببینید اینجا، حالا میام از اینجا، ببینید دقیقاً این زیر باشه موتیف آخریم. حالا این اولین موتیف هم میشه، این زیر باشه. این نخو ببینید از اینجا عبورش میدم، میارم از زیر هم عبورش میدم. از زیر که عبورش دادم، ببینید از زیر این عبورش دادم، از وسط این عبورش دادم، یعنی از روی کار اومد، از وسط رفت داخل و از زیر اومد اینجا. حالا میام این دو سمت رو به هم بست میزنم به این صورت. این میشه موتیف من و من اینجوری این دوتا رو باید دور تا دور اینو ببافم، دقیقا مثل همون، فقط همین که ما باید این رو چجوری عبور بدیم. میخواد از این یه دونه عکس بگیرید. ببینید اول از آخری عبورش میدیم، دیگه از زیر میاریم از روی این قسمت و از زیر
میریم از وسط و از زیر میاریمش دوباره دو سمت رو به هم و بست میزنیم. حالا ببینید رج اول رو من نشون میدم و میبافم. دیگه طرز بافتش که تفاوتی نداره، فقط اینکه نخود چجوری عبور بدید مهم بود که این رو انجام دادیم. میام یه دونه زنجیره میزنم، باز توی هر کدوم یه دونه پای کوتاه میبافم. 2 3 4. همزمان که پای کوتاه ها رو میبافم این رو میچرخونم که بتونم ادامه کار رو انجام بدم و هر بار اینها رو عبور بدم. میتونید مثلا رج اول رو که بافتید چک کنید، حواستون باشه که ببینید آیا درست انجامش دادید یا نه، و مثلا نسبت به بقیه موتیفا چکش کنید ببینید درست هست یا نه. من خودم با همون مثلا این رو با رنگ بنفش بافتم، با رنگ بنفش اینجا مقایسهش کردم. ببینید دقیقاً مثل این چک میکنم و اینجا نگاه میکنم و میبینم که دقیقاً شبیه به همدیگه هستن و بر اساس این کارم رو ادامه میدم. اگر حالا باز مشکلی دارید میتونید به بقیه موتیفاتون نگاه کنید و تشخیص بدید. ببینید حالا این رج رو با پای کوتاه بافتم، کم کم اینجا میچرخونم تا بیاد بالا و ادامه کارم رو انجام بدم. اینو دیگه تا آخر رج ببافید به این صورت. رسیدم به انتهای رج، بست رو میزنم برای شروع رج. بعد 2 تا زنجیره کنارش یه پایه بلند، یه زنجیره توی هر کدوم از پایه ها یه پایه بلند نیمه، 2 تا پایه بلند نیمه با هم یکی میشه، یه زنجیره. دوباره تو پایه بعدی 2 تا پایه بلند نیمه با هم یکی میشه، یه زنجیره. باز همینطور کار تکرار میشه، پایه بلند نیمه با هم یکی میشه. دقیقاً شبیه به بقیه قسمت ها این قسمت رو هم میبافیم. الان اینجا رو من دیگه میبافم و تمومش میکنم، چون میدونم دیگه کامل رج ها رو گفتم و هیچ نکته ای نداره. فقط باید این رو کامل هر بار هی میچرخونیم و پایه رو حالا موتیفمون رو کامل میکنیم تا به انتها برسیم. اینو تا انتها ببافید و تمومش کنید، بعد بیاید ادامه بدید. خب این قسمت رو هم بافتم و تموم شد. حالا یکی از رنگ‌ها رو انتخاب میکنم به عنوان رنگ اصلی و دور کار رو باهاش دورگیری میکنم. چیکار میکنم؟ اول این ابتدای رج من، خب شروع کار من ممکنه یه مقداری حالا شروع رجم توی چشم باشه و رد ابتدای رج مشخص باشه. بنابراین میام کار رو میچرخونم جوری که این قسمت ابتدای رجم بره زیر این قسمت ها و دیگه دیده نشه. این کاری که انجام دادم، از یکی از این گوشه ها اینجا میام قلاب وارد میکنم. اول روی کارم یه دونه زنجیره میزنم، میتونم با همین زنجیره پایه رو ببافم یا اینکه به این صورت. ببینید من چیکار میکنم، از یه گوشه‌ای شروع میکنم. اینجا یه دونه حلقه روی قلابم دارم، پس میام اینجا توی یکی از این پایه قلاب رو وارد میکنم. خب یه دونه نخ اینجا میگیرم، یه نخ میگیرم، ببینید با این میشه 2 تا، با هم عبور میدم. این میشه اولین پایه کوتاه من. همینجور پایه ها رو میبافم. 2 3 4 5 6 7 16 تا باید ببافم. 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16 تا پایه میبافم. حالا من خیلی از سمت راست شروع کردم، یه مقدار جابجاش کنم، مثلا از اینجا شروع کنم. حالا من اینو میبافم. خب اینو من بافتم. 16 تا پایه روی حلقه اول میبافم. حلقه بعدی رو دوباره میام حالا شروع رجم رو پیدا میکنم، جوری قرارش میدم که
زیر کار باشه و مشخص نباشه. حالا اینجا مشخص نیست. میام دقیقاً از پایه اینجا شروع میکنم، 16 تا پایه هم رو بعدی میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16 تا پایه بافتم. دوباره بعدی رو، حلقه بعدی رو پیدا میکنم، صافش میکنم، این شروع رجم رو میبرم یه جوری پایین که توی چشم نباشه و دوباره از اینجا شروع میکنم. 16 تا پایه هم رو بعدی میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تا میبافم. دوباره بعدی. حالا اینها رو از فاصله دور بهتون نشون بدم. بعد این نکته رو دقت کنید که حتما موتیفا رو چک کنید که صاف باشه و مرتب باشه و چپ و رو نباشه. باز میام سراغ بعدی. حالا اینجا شروع رجم باز مشخص نیست. اینجا روی بعدی هم شروع میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16. بعدی رو ببینید اینجا شروع رجم رو میچرخونم، میبرمش پایین. دوباره از پایه بعد شروع میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16. بعدی رو میچرخونم یکم و شروع میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16. دوباره بعدی همینطور باید ببافیم. دور تا دوره همه موتیفا رو ببافیم، یعنی از هر کدوم از موتیفا 16 تا پایه رو ببافیم. دوباره موتیف بعدی. و موتیف آخر.
اینو که بافتم، یعنی 16 رو که بافتم، میام توی قسمت شروع کار یه بست، یعنی توی پایه اول یه دونه بست میزنم. حالا اگر به عنوان دستگیره بافتید و میخواید یه دونه بندینک هم داشته باشه، اینجا میتونید زنجیره بزنید و حالا حدود 20 تا 25 تا زنجیره بزنید، یه بند اینجا داشته باشه و اینجا بست بزنید، حالا روش یه دور پایه کوتاه ببافید، هر طوری که دوست دارید اینجا بندش رو اضافه کنید. و اینکه اگه باز دوست دارید دور کارتون رو هم بیشتر ببافید، میتونید دور کارتون هم باز دوباره یه رج پای کوتاه ببافید، ولی حواستون باشه مثلا بعضی جاها دوتایی ببافید، 5 تا ببافید یه دونه دوتایی، 5 تا ببافید یه دونه دوتایی، که کارتون خراب نشه و جمع نشه. انتهای نخو قطع میکنم. حالا اینو میبرم پشت کار، مرتبش میکنم. کاری که باید انجام بدم، اینجا از هر کدوم از این موتیفا از پشت میام و اینجا که 16 تا پایه رو بافتم و تموم شده، اون پایه که توش موتیفا یعنی پایه رو بافتم کاری ندارم. میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 و 25. توی پایه 25 یه دونه علامت قرار میدم. همه موتیفا رو باید بشمارم و همین کار رو انجام بدم توی قسمت پایین و پایه 25 رو پیدا کنم و علامت بزنم. یعنی این موتیف صورتیه رو نگاه میکنم، میگم خب میام از پشت، جایی که آخرین پایه رو بافتم کاری ندارم، از بعدی میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 و 25. باز توی 25 یه دونه نشانه گذار، حالا یا علامت، یه تیکه نخ، یه چیزی بذارید و علامت بذارید. این دوباره میگم این بنفشه رو باید انتخاب کنم، میام از پشت اینجا نگاه میکنم، این آخرین پایه که هیچی، دوباره 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 و 25. پایه 25 رو علامت میذارم. برای همه این کار رو انجام میدید و پایه 25 همه رو پیدا کنید و علامت بزنید، بعد بیاید با هم ادامه بدید. خب وقتی رو همه علامت گذاشتم، میام یکی یکی از همون اولی شروع میکنم و سوزن رو از این جاهایی که علامت گذاشتم، تو پایه هایی که علامت گذاشتم عبور میدم. به ترتیب این کار رو انجام میدید و به ترتیب روی هم قرار بگیره. ببینید این نخ و سوزن رو عبور میدم و دیگه نشانه گذار رو برمیدارم. و میرم سراغ بعدی. و بعدی از بین همه عبورش میدم و حواسمون هست که به ترتیب انجامش میدیم. به این صورت این کار رو میکشیم. حالا قبل از اینکه بکشیم و کامل محکمش کنیم، میبریمش پشت کار. نخا رو، 2 تا نخا رو میبریم پشت کار. این باید پشت کار محکم بشه و به روی کارمون مشکلی پیش نیاد. 2 طرف رو میکشیم تا جایی که میتونیم، میکشیم که کامل این وسط بسته بشه. میکشیم و محکمش میکنیم و گرهش میزنیم. ببینید این قسمت به این صورت. خب اینو که محکم میکنیم و
حالا انتهاش رو توی کار دوخ میزنیم و مرتب میکنیم به این صورت. و کارمون رو یکم با اتوی بخار میدیم و حالا بدون بخار هم خوب قشنگیش رو داره، ولی اگر بتونید بخار بدید قشنگتره. این از کاری که ما بافتیم. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید. این کار رو ببافید، نمونه کارتون رو برام ارسال کنید منم ببینم و لذت ببرم. ممنون از نگاهتون. لطفاً هر جا که ویدیو رو میبینید لایک کنید و نظرتون رو زیر پست بنویسید و حمایت کنید تا بتونم ادامه کارم رو بدم و آموزش های جدید و بهتر براتون بذارم. ممنون از نگاهتون. خدا نگهدار.